تنی شیری نکنی من گرفته خود تشکر بیبی جان. دادم اومدن. بچه‌ام اومد. جانکانی من چرا تو حال خوب نیستی جانم؟ پیش از خواب شما رو دیدن خواستیم. کنی رفته دستوریتون رو شید؟ من حاضر میایم خوب؟ من لشه چجون. نه دوامی نه. دلش رو یافته ای معلوم است. در روی کلینم گلهاش گفته است. لیکن حتما یک خوری هست. چی بوده است؟ پینور برای از مشترکی برآمدن 25,000 میخواهد. با تو 25,000 لیره داده بود؟ پینور برای مشترک شدن ماشینش رو فروخته به من داده بود. یادتون نیست؟ همان مبلغ رو طلب میکنم. تا پول رو نگیرم از اینجا نمیرم میگویم. این پول رو به شرف داده نمیتوانم. این پول امانت است. این نور امید بیچارگان. به امانت خاله مقبوله خیانت نمی کنم. در حال برده این رو به بیچارگان خیر می کنم. این هوشیاری رو ببینه چخیل چشمی زیرکی دارد. چی کار میکنیم اکنون؟ قرض غالب رو تمام نکرده مبلغ او رو از کجا یافته میدهیم؟ خانم پولی که برای غالب جمع کرده بودیم بیار. چی کار میکنیم؟ شرف پولی آن زن رو برده ده تا که از گریبانت نگیره. آخر این مبلغ رو با یک عذاب و مشقت جمع کردیم. غالب به در خانه آید و قرضش رو طلب کنه چی کار میکنیم؟ خانم مگر از خورسندی فرزند و کلینم بالاتر چیزی هست؟ از خورسندی نبیره هایم مهمتر است. باز کار میکنیم و جمع میکنیم. قرض غالب رو هم این کار نمیکنیم. انشالله میدیم اول از پینور خلاص شویم. نمیشود پدر. آن مبلغی سند است. سعادت عائله از قرض بیشتر می ایستد. غالب کم انتظار می شود. پدر لازم شود من زیادتر کار میکنم. کلین هم با عذاب و مشقت کار کرده ایستاده است. هیچ نباشد کلین بیچاره فکر نکند و نفسی آزاد بگیرد. پول رو از کجا گرفتی؟ پدرم دادند برای پینور. هیچ نباشد یک قسمش رو گیرد و رود. برگردان که هرگز به گلخانه بر نگردد. شما به راحت بخوابید. من امانتتان را میدهم. خدای خود ما در جایی همیستن جانت شدن هر جایی را درش کنم ساخت در جایی را جانت بکن. الو مادر. فریده تو در کجایی؟ به جنازه خاله مقبول رفتن نتوانستم. به زیارتش به قبرستان آمدم. فریده جان من هم مرم به نزدی من هم میایی.
به فکرم وقتی مرا دیدن هم نداری. آیندت بخیر باشد. در محله به من حمله کردند. بله، جوزانم را دزدی کردند و باز مرا لگد زدند. فریده، مرا خبردار نکرده بودید کو؟ زنگ نزنی از کجا خبردار میشوی؟ میلش خیر بیا، من انتظار میشم. میلش من حاضر میآیم. صبح بخیر شرف. برای تو کوچه قند آوردم. چای میخواهی؟ پینار، تو چی مرا مسخره میکنی؟ نه. انا گیر. این چیست؟ اینجا 8000 است. باقی مانده شد در روزهای نزدیک خواهی گرفت. تو مرا مسخره کرده ایستاده. اگر اینقدر پول داده از من خلاص یافتنی باشی خطا میکنی. من پولان رو قسمان گرفتن نمیخواهم. همش رو یک بار گرفته از این شهر میروم. تو همش رو یک جا نگیرم از اینجا یک قدم بیرون نمیمونم. دیدم که ماشین سرخ مرا تعقیب کرده ایستاده است. مثل فیلمی دهشت. با یادم بیاید بدنم میلرزد. چه خیلی ماشین گفتید؟ من از کجا میدونم؟ یک ماشین سرخ بود. نمیفهمم چرا رنگ و نمودش را میپرسی. دیگر چه اهمیت دارد؟ دیشب به نظرم من هم یک ماشین سرخ تعقیب داشت. این خیلی تصادف میشود مگر؟ خدایا توبه. کی باشد؟ مادر، من از پینار شبه دارم. باور داری؟ نه جونم، این زن نباید تو این درجه باشد. اوهو، اپای فریده، خوش آمده. یاسمن، خیلی خوب شد که شما را دیدم. امیر گفت که با شما حادثه های زیادی رخ داده است. نپرس. همه خوب. خودت چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکر خوبم. کارهای شما مرا خواطر میکنند. با چی کار مشغول هستی؟ میفهمونم. اپای جانان، من میبرایم. برای گرفتن آتش آمده بودی یاسمن؟ با ما یک پیاله چای می نوشیدی؟ برای لباسهایم را گرفتن اومدم. باید روم. مرا انتظارند. با پدرم نگوید که من به خانه آمدم. میلش اما بیچاره از غم و اندوه میمیرد. خواطر نشوید، با او چیزی نمیشود. مادر، من هم همراهی یاسمن میروم. از کار دیر نمونم باز. چه خیلی که خواهی شما را گسیل کنم. شد. شما از جایتان نخیزید. من خودم بعد به شما زنگ میزنم. میلش نباشد. تا دیدم. تو بازدید. امیر همه‌اش را به من نقل کرد. خیلی غمگین شدم. اپای فریده، مشکلیتون حل شد؟ خدا خواهد همش خوب می شود. پولش را که برگردانیم از او خلاص می شویم. امیر امروز برای دیدن ثبت‌های کارخانه می رود. برای ثبت‌های دزدی همین خیلی نه؟ من هم می‌خواستم پنهانی با امیر بخورم، اما پدرم دیده مانع شدند. پدرت بسیار جنگ کرد. عصبی شدند. خدا خواهد روز چهره شما هم خنده می شود. آیله دار شدن شما رو بسیار می خواهم. اگر سند نمی بود خیلی ناز می شد. گریخته آیله دار می شدیم. تا برگرداندن خرج مجبوریم که انتظار شویم. وگرنه پدرم آیله‌تون را به حالش نمی گذارد. کاش که از دستم یگان کار می اومد. من باید به کارخانه روم. از اینجا با اتوبوس میشینم. غمگین نشوید. خدا با شما مدد میکند. یاسمن، به سازمان کمک رسانی اشتراک کرده بودی؟ بله. اونها به تمام فقیران دنیا کمک رسانده میتوانند. همین خیر. من رقم تلفن‌هایشان رو گم کردم. به من داده میتوانی؟ امانتی دارم. باید به اونها سپارم. با جان و دل. با تلفن ارسال میکنم. ایلش. تشکر. تا دیدن. تو بازدید. یاسمان در کجایی؟ به خانه پیران سالون میروی؟ ولی تیریزه حکوتا هوی کو بالام صدقه می دادی بالام. من کمی دیرتر به کارخانه به نزد انگا میروم. ثبت ها رو دیده میبرویم. بالام تیریزه حکوتا هوی کو.
صدقه میدادی یک فولکت میدیدم اهولکت میدیدم و تقدیرت میدیدم بلام تیریزه ها کتا هوی کن یاسمان یک دقیقه انتظار شو. نفری در اینجا از کارمند دولتی پول طلب دارد. ما اینها را از محله ها دور سازیم میگوییم. اینها باشند زیاد شده ایستادن. یک خدا. چی میخواهید؟ الو امیر تو مرا نمیشنوی امیر امیر الو امیر چی شد امیر ای دهانت را نگه دار. هزار رحمت بلا ای صدقه را دی بلا به حقیمتی خدا دستکم مسئولیت کنید صدقه را دی بلا صدقه را دی بلا سلام علیکم. ماشین همین است؟ من این ماشین را چیکار میکنم؟ از این ماشین در حال خلاص باید شویم. در یک کار خرد استفاده کردیم. میفهمی؟ گفت تو گفت دارند. از بلندی کوه پرتا رود. تیکه پاره شود. زود باش. خودت را نشان ده. زود. آشکارا برای سیاهکاران کار کرده ایسان. احوال مرا ببینید. حیف بادا به توی شهر. حیفی تو بار اینجا آمد. فریده خانم خوش آمدید. ساعتی کاری هم با آخر میرسد. در کجا بودید تا این دم؟ به جنازه رفتن نتوانستم. سر منزلش دعا خونده اومدم. فریده من به زندگی شخصی تو کار ندارم، لیکن اینجا کارخانه است، قاعده دارد. حق نیمروزت رو نمیدهم. کسی رو انتظار هستی؟ برادر شوهرم باید می اومد. دستگاه نوار برداری رو از نظر می گذارن. برای چی؟ از روی نوار معین میکنه که کی به جوزدانی ما پر رو گذاشت. این کار را زود انجام بیده. لای رو بر روی پرتفتن. هیچ نباشد داغش نماند. خدا خواهد اما نه اومد. امیر رو میکوبم اما نمیابم. با او یگون کار کرده اید. نخود که اینقدر بیرحم باشید. من وعده خلافی نکردم که پس شوم. پدر؟ من کاری نکردم. شاید از ریختنی خونی خودش یا اینکه پیوندش ترسیده است. شما چی گفتن میخواهید؟ همین خیلی گفتم دخترم. قصد کردم. من از امیر خبری ندارم. به این هم نمیخواهم. تو از پدرت حساب و کتابی کی رو پرسیده ایستاده ای؟ الو اینجا سازمان کمک رسانی؟ با مسئول صحبت کردن میخواهم. در موضوع خیر. بله. روز بخیر آقای مدیر.
خیر کردن میخواهم. کدام وقت اومده میتوانم؟ 75,000 لیره. سند در کار است؟ خوب، فردا انتظار باشید. روز بخیر. اگر همین سند نمیشد میگریختیم و اویله دار میشدیم. چی گفتم میتوانم؟ دست و پایم بسته است. کاری کرده این پول را باید یابم. چی شد؟ مرا دیده حیران شدی؟ آخر چی کار کنم؟ تا 25,000 لیرم را نگیرم از اینجا یک قدم به بیرون نمیگذارم. از من به آسانی خلاص یافته نمیتوانید. آخر گفته بودم. بله گفته بودی، درست. کارتان افتاد، بیا مشترک شو. وقتی که نخواستید رو میگوید بازی چای دستش مویم مگر. خواطر نباش، خیلی خوب میدونم که در مقابل من چگونه زن ایستاده است. الو یاسومن؟ نه آمد. انتظار شدم، زنگ هم زدم. شد آرام باش، شاید کارش برآمده است. من به تو زنگ میزنم. خوب همینجا میشم. تلفنش خاموش است. اکنون من چیکار کنم؟ دخترم فکری بد نکن. شاید یکون کارش برآمده است. به خونهشون زنگ زنم؟ نه دخترم، به خونهشون زنگ زده اویلشون رو خواطر نکن. کمی دیگر صبر کنیم. قدر وزین بود از این. یشر کاری کرده را ببین. انا همین قدر. یشر وظیفه‌اش را اجرا کرد.
با اون زن پول رو ندادی؟ چرا برگردوندی؟ نگرفت. قبول نکرد. خانم همش رو یک جای میخواهد. پسرم اینقدر پولی نقد رو از کجا میابیم؟ همین قدرش رو هفته ها شد که با عذاب و مشقت جمع کردیم. مادر، آنها تا پول میابند ماه و سال میگذرد. ما نقشه خود را دوام میدهیم. چی خیلی که اونها اویله ما رو ویران کردن، ما هم به اویله اونها ضرر میرسونیم. مادر او را ما باید جزای لازمه دهیم. با من دست دراز کرد. دست دراز کرده رو دست و پا میشکنم. حالا ایست من به جونو نقشه های الهیده دارم. شوهرم را از دستم گرفتن، فرزندم را به پدر گذاشتن. من به آنها نشان میدهم. نمیتوانم. این پول رو دادن نمیتوانم، چون که این کارو کردن نمیتوانم. این پول برای من امانت است. آچا جان، از شما یک چیز پرسم. پرس دختره. داده ها گریه میکنند؟ داده ها؟ داده هم گریه کرده سوده است، من دیدم. شرف، با تو چی شد؟ جمع کردن این پول ماها طلب میکند. من چگونه برای آن نظر میکنم؟ من یک چیز گویم. بگو. خاله مقبوله پیش از وفاتش به من پول امانت گذاشت. برای چی داد؟ برای کاری خیر. پیش از مردنش خیر کردن خواست. عمرش وفا نکرد. پول رو به من داد. بعد؟ 75,000 لیره. چی؟ 75,000؟ بله. از کجا یافته است اینقدر پول رو؟ زمینش رو فروخته است. حاضر فکر میکنم که اگر این پول رو به تو دهم، همچو قرض، هم از غالب و هم از پینور خلاص میشویم. قرضهای هر دو رو از گردن ما ساقط میکنیم. اگر خاله مقبوله هم که زنده می بود و از احوال ما که خبردار میشد، او هم به این کار راضی میداد. گفته های درست است. رحمتی تو رو بسیار دوست می داشت. همچون قرض می داد. فریده، در اصل فکری خوب است. در یک لحظه از همه درد خلاص می شویم. اما این مبلغ رو باید که جمع کنیم. این وعده است که به خدا کرده بودم. اون پول ها رو به امانت داده بود. اگر ندهم گناهگار می شوم. به غضب خدا گرفتار می گردم. آن طرفش رو فکر نکن. این قرض ناموس است.
در اینجا 25,000 میتوانی روی. به تو کمک میکنم. من روم اکنون. با کار دیر میکنم. در خونه با میخوریم. تو دیدن. یاسومن؟ اپای فریده تو حالا می رو یافته نمیتوانم. شب او رو ندیدید؟ نه شب به خونه ناومده بود. اوف دیوانه میشوم. در کجا باشد؟ با مرکزی پلیس زنگ زدم کسی نمیدونه در کجاست. اکنون مرا هم خواطر کردی. به سرش یگون بالون اومده باشد. بسیار میترسم. یک باری دیگر به یاردم چیش زنگ زنم. اگر او رو یافتی به من زنگ زن. خوب مایلش خبر میدیم به شما. من میروم. هر دویمون این گلخانه رو با عذاب آباد کردیم. در هر کنجش زحمت کشیدیم. پرتفته رفتن گلخانه عذابم میدهد. اگر خوب کار میکردی ما با این حال نمیافتادیم. این کار رو با شیرینی و تلخی پس سر کردیم. میخواهم که خاطر همکاریمون به نکی یاد کنی. من تو رو هم وقت چنین یاد میکنم. با تو خوشبختی میخواهم. حالا همه امتیازهایم را استفاده نکردم شرف. سلیم ببخش مرا که ناراحتت میکنم. تلفن امیر جواب نمیدهد. او را یافته نمیتوانم. تو در کجا بودنی او را نمیدونی؟ اکای امیر رو امروز ندیدم. در مرکز هم نبود. شاید کاری مخفی داشته باشد. خواطر نشوید. خبردار شوم حتما به شما خبر میدهم. مایلش. مادر پول رو یافتند. از کجا دانم؟ یافتند و به من دادند. شرف در رو به من نشان داد. اکنون چیکار کنم؟ شد. خیر میلش. پگاه رفته قرض غالب رو پرداخت میکنیم. انا بعد نفسی تازه میگیریم. شرف به پدرم میگوییم. میدونید که هرگز اجازت نمیدهد مبلغ امانت مانده این نفر دیگر رو به پینار غالب دادنتون رو فهمد به سرمون بلا میارد. قرضهای ما روز تا روز زیاد میشود. به خدا نفرانی محتاج با این پول حیاتی نو به دست میآورد. حقی چون این نفران رو پایمال کردن گناه است. شرف کی جمع میکنیم پول ها رو؟ وعده میدیم که کاری بسیار میکنم. در اول حتما پرداخت میکنیم. تو خواطر نشو. مقبول خانوم حتی از قبر به ما کمک میکنی. مادر خانم خوراک تیار شد؟ تیار است. مرحمت. گذارید شینید. مرحمت.
بولا مرحمت پدر. امیر در کجاست؟ دیشب با خونان آمده بود، همینطور نه؟ پسرم کار میکند. یاسومان هم او را یافته نتوانست، از خواطر شدم گفت. خواطر شده است؟ با او چی فرقی دارد؟ گوش کن مرو، مگر آنها باز وا میخورند؟ وا میخورند. این چی بلاییست که به سرمون آمد؟ کنی یک زنگ زن کجا باشد؟ من زن میزنم به امکان. تلفن در بالا است. او سروس من نشده خورد دخترم. رو میخته کن خنک میشود دخترم. پف کن. تلفنی امکان خاموش است، نمیگیرد. اوه پروردگار. شین پسرم. مرحمت کن. اشتهایتون به همتون. من حامله دارم. در حال باید بخورم. چی شد پسرم؟ رنگ و رویت تماما دیگر شد. یگان خبری بد است مگر؟ چی شد شرف؟ دیشب به تو نامه فرستادم، گرفتی؟ گرفتم. نوشتم که حامله دار شدم، خواندی؟ خواندم. فهمو، معلوم که مرا پسند نمیکنی. حالا من در نزد در خونه‌ات هستم. زنگولای درت رو زیر میکنم، به خونه‌ات در اومده به مادرت همش رو میفهمونم. شاید آنها به قدرم رسند. با کجا میروی شرف؟ حالا بر وقت نیست مگر؟ یک کار برآمد باید روم. خیر. به این طرف بیا. تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا اینجا آمدی؟ مجبور شدم. آخر با پدرت وعده داده بودی که اینجا نمیایی. آخر با سرم در بالا نمونی. امیر به تلفنم جواب نمیدهد. امیر؟ شاید در جای کارش باشد. شما تو حالا وا میخورید؟ نخور. بله. میترسم که پدرم با او یگون کاری بد میکند. این خیلی باشد وا نخورید. چی کار کردنی هستی ها؟ سر ده درد کرده استم. چگونه جرأت کرده به خانه من میایی؟ راگرد. شرف یک لحظه گوش کن آخر. شرف زودتر راگرد. نباشد انا در همین جا ادبت رو میگم، فهمیدی؟ اکی شرف کلاه افتی. پدرها با فرزندهایشان در این عبادتگاه در پهلوی یکدیگر راست ایستاده نماز میخوانند. فتح کردن استانبول باشد. این مژده‌ای پیامبران میباشد. اجدادان ما در این راه ناترسیده مرتبه شهادت را چشیدند. امیر در کجاست؟ شرف یا شرف با من جواب دهید. برادرتان در کجاست؟ و تو 3 فرزند نصیب شد. آیا وظیفه پدریت را به جا آورد؟ آنها را ترجم دیگر داشت توانستی؟ گوید دختر امیر در کجاست؟
با خیر است آقای خیریدین. خوبه دهشتناکی دیدم. چی خوب؟ کنی گپ زنید. من میبینم. انشالله که امیر است. یاسمن خوش آمدی. خیلی خوب، کمی استراحت کنید. باز برای چی آمده باشد؟ دخترم آیا پدرت رو آگاهی نداده بود که دیگر به این خانه نآیی؟ برای چی آمدی؟ عذر میخواهم اما مجبور شدم. خوش آمدی دخترم، بیاشین. امیر به تلفنش جواب نمیده. دخترم این وظیفه به دوشی تو حفظ است؟ دخترم وقتی که امیر به کار رود به هیچ کس خبر نمیدهد. این خیلی نه. با او در تلفن صحبت کردیم، ناگهان صدایش قطع شد. چند بار زنگ زدم تلفنش خاموش است. از اون وقت تا حال با او علاقه کرده نتوانستم. علاقه نکن. آیا به شما نگفته بودیم که دیگر وار نخورید گپ نزنید؟ تو اینقدر دختری نافهم بوده یا؟ خانم موضوع ما این نیست. موضوع ما پسرمون میباشد. مگر نمیبینی که پسرمون قلب زده است؟ مانده نباشید. تشکر. این ماشین رو میشناسید؟ بله، ماشین کمیسر فگیل است. ماشینش رو در کجا مانده بود؟ نمیدونم. درهای ماشین با باغاجش کشوده بود. قریب بود که این ماشین رو گرفته میبردیم. وقتی فهمیدیم که از کارگر امنیت بوده است نگرفتیم. بسیار خوب. کمیسر کجاست؟ ابراهیم بیا. ابراهیم آماده هستی؟ بله قوبتو. کنی خودت رو نشان ده. اطاعت قوبتو. کنی فهمان یگان چیز دیده بودی؟ نه کماندان، تنها یک دو دیدیم. در ماشین یگان جسد سوخته بود؟ کسی نبود. قوبتو در اینجا یک خلطه دیدم. از داخلش حجتهای پلیس رو یافتم. فهما دلیل ها رو با خود بیار. حالا فرمایش میدیم تا که ماشین رو به بالا برارند. اطاعت قوبتو دم. مصطفی فرار. نخواستم که شما رو ناراحت کنم. خیلی هم صبر کردم لیکن صبر طاقتم تاق شد. باید دیروز به کارخانه می اومد برای تماشا کردن ثبت نوارها. یاسمن به من زنگ زده گفت که تلفنش خاموش، اما من فکر کردم که او در جای کارش است. وقتی که پدرم از واخری پنهانی ما با خبر شد غضبناک شد. به من گفت که بالاخره کاری میکنم که این پسر رو میکشم. میترسم که به امیر یگان کاری نخوش نکرده باشد. وای سرم، وقتی او رو سحر بر وقت مثل بوم دیدم فهمیدم یگان حادثه نخوش به سرمون میآید. در حال واهمه را سر نکن. کنی به جانشینش زنگ زده پرسیم. من زنگ میزنم. بیهوده زنگ نزنید. من به سلیم زنگ زده بودم. او هم در کجا بودن او رو نمیدوند. پس این حجت در اینجا چی کار میکند؟ نمیدونم کماندان، لیکن 24 ساعت شد که ما او رو جستجو داریم. کمیسر در یگام جا نیست. همین خیلی. وقتی که ماشین او رو در بلد خالی دیدیم از پی جستجو شدیم. یک چیز رو گفتنی بودم. فکرت را فهمیدم. یعنی در ماشین یگان جسد نیست. نباشد مادامی که این حجت تازه و پاکیزه باشد
پس او هم زنده است. اما در کجاست؟ با تو نگفته بودیم که این کارت را بس کن. اگر به سر پسرم از پشت تو شده یگان حادثه آید. آرام شو. آقای خیردین، آیا چیزی که من شنیدم شما نشنیدید مگر؟ از پشت این دختر به سر پسرمون 100 بلاها می آید. این را دل جگری مادری میگویند. وقتی که گپ در سر فرزند رود تا داد و فیقان نزنی نمیشود. من روزیم امیر یافت شود چه جزایی که میدهند نروزیم. فقط مرا باور کنند که من نسبتی او نیتی بد ندارم. رفته از امنیت پرسان شویم. پدر به شرف خبر دهم. گوی با امنیت بیاید. میلش. ای دختر، تو دیوانه شده ای؟ میخواهم که مرا صاحبی کنی، مرا و کودکمون رو. از کجا کودک؟ تو مرا دیوانه میکنی؟ بس کن هیله این رنگت را. کی با تو دست رساندم؟ چی؟ آیا تو شبی که همراه من بودی اون رو این کار میکنی؟ تو چی گفتنی هستی؟ آن شب من تنها خواب بودم. شرف جون، تو خواب بودی بعد بیدار شدی. خب بعد مقصدت چیست؟ وقتی با امیر گپ زدی به من خبر ده. البته خانم، البته. سلامت باشید. تلفنی شرف خاموش است. به گلخونه رفته به او خبر میدهم. گوش کن. رفته به او بگو که پدر در امنیت است. سلامت باشی دخترم. پسرم در کجا باشد همه رو خواطر کرد. یاشر بیا پسرم. مادر؟ دختری که نزد پدرم بود یاسومن نیست؟ چرا به نزد ما آمده است؟ سحر از خوابش خسته راست به اینجا آمده است. پدرت رو خواطر کرده. تلفن امیر خاموش. دلم میگوید که او در خطر است. گفته هر گونه لفظ. به کجا گم میشود یه آدم کلام؟ خیر میگفتی که از پی کارو بارش آواره است. در اینجا نیست. بیا به خانه درو. به خانه درو. بیا پسرم بیا. یانگه فریده. علی؟ صبحتون بخیر. صبح بخیر. کمی پیش اکای شرف همروی همکارش از اینجا گذشتند. همروی همکارش؟ بله. شاید تو خطا دیده باشه. آخر اونها دیگر یک جای کار نمیکنن. نه یانگه حتی کلاه آن زن افتیده بود. انا گیرید وقتی که او رو دیدید کلاهش رو میدهید. مایلش یانگه. دروغگوی. با من سفسده نکن. این کل کار شدنش ممکن نیست. همش رو نقطه به نقطه خاطررسان کنم. پس از پینار همش خیالات های بافته خودت می باشد. همین خیل نباشد اینش هم دروغ است. این چیست؟ این مهم نبود. کوشش میکنم که دیگر چیزم رو از دست ندهم. حالا باشد اجازه ده روم شرف. اوید این موضوع سخن کردن خیلی وقت زیاد رو میگیرد. این چرا آمده بود؟ باید فایده ای کار رو تقسیم کنیم. انا بعد به دادگاه میرفتیم. از پس این کار باید شویم. تو چرا سحر بر وقت آمدی؟ امیر بیدرک شده است. پدرم گفت که تو باید به امنیت بروی. وقتی که تلفن کردم تلفنت خاموش کرده شده بود. اینجا رو به نظارت مونم؟ خیر میلش. میرویم. رفتیم.
خودت رو احتیاط کن. میتوانم کیفرویم؟ اول برای دوستت قدم نخود که به ماشین سوار شوی که آدم رفته تو را ادرا روفتت مگر. میتوانم کیفرویم؟ چرا مرا جیغ زدید؟ چی شد کنی فهمونید؟ گپ زنید آخر. تلخه هم میکفت گپ زنید. پلیس این سحر یک ماشین رو از چخوری پرتوگاه یافت کرده است. چخوری؟ آقای خردین اینها چی میگوین؟ ماشین امیر با چخوری افتیده است؟ نه، ماشین امیر رو از بلد یافته. این ماشین دیگر کس است. از کی بودن این ماشین رو کفت کپ داره. این با امیر چی علاقه داره؟ حجت امیر از درون این ماشین یافته شد. نمورده است همین خیل نه. یوسمان؟ هوشش رفت. سلیم زور رفت آب بیار. خانم آیشه کمی آب بیارید. اطاعت. سلیم گوش کن. گفتی که ماشین رو از کجا یافتن؟ از نزدیکای رومینی فنر. از پیش چکوری ها یافت شده است. از بلندی که او را پرتا رود پاره پاره شود. زود باش، زودتر باش. گفتی که از چکوری با پایان افتیده است؟ انا بیم ماشین پاره پاره شده است. وقتی افتیدن بمب بر این کفیده است. سلیم رقم ماشین چند است؟ تمغه شاهین سال 1974 رقمش 34 FB 6950. اکایشار خوب استی اکایشار айла ман кай аз дидори инза халос мешуда бошама? сабр кун, уро ба худо биспор. касе санг бизанад, сангаш ба сари худаш мезанад. кай ин дарду азоб хотима меёфта бошад, то ба кай сабр кунам? то дами охир сабр бояд кард мегӯянд. چی شد؟ چرا اومدی؟ و تو نگفته بودم که زود نیا. فریده میفهمد. مادر من خودم رو معالجه کردم. چه خیلی معالجه؟ مادر جان گوش کن، اما هرگز غضبناک نشو مایلش. مادر من حامله‌دار هستم. چی گفتی؟ چی؟ مادر خاموش شو، خاموش. نابکار چرا این کارو کردی؟ تو از حد گذراندی. از درون ماشین یگان جسدی سوخته شده یافت نشده است. پلیس کار رو آغاز کرده است. مردمی اون دیار نیز به کفتگاه مشغولند. من هم رفتن میخواهم.
آقای خیردین التجا میکنم من رو هم ببره. تو در خانه باش و انتظار خبر ما شو. من در اینجا نمیستم، من هم میروم. باید معاین نمونیم که در حالتی به صدمه دچار شدن او در داخل ماشین بوده است یا نه. رفیقمون حجتش رو یافته است. التجا میکنم من رو تنها نگذارید. میخواهم با امیر جانم نزدیکتر باشم. نباشد زودتر رفتن در کار. رفته. الو فریده، یک ماشین با جری افتیده است. نه حالا یگون کس رو پیدا نکردن. با کوفتکو میروند. من باید به گلخانه روم، اونجا کار دارم. خیر زنگ میزنم. خیر است فریده، رنگ و رویت دیگر شده است. برادر شوارم، 2 روز می شود که درکش نیست. حجتهایش را از یک ماشینی به صدمه دچار شده یافتند. توبه، خدا خواهد که او را صحت و سلامت می‌یابد. ایلا غیبت رو بس کنید. کنی همه از بیکار شوید زودتر. اون چیزی فرمودم رو یافت کردی؟ از محاسب گرفتم. این رو چیکار میکنی؟ همین خیلی لازم. رحمت. سلام خانم جانان. سلام آقای میتاد. با کجا می روید؟ من به خانه رفته ایستادم. من رفته خرید کرده میویم. جانان خانم، شخصانی به شما حمله کرده بودند. جفزدانتان را دزدیده گریختند. صاحب آن ماشین سرخ را یافتم. براستی؟ سرمه آزگور گفتنی زن بوده است. او را میشناسید؟ سرمه آزگور؟ نمیشناسم. این باشد سراغه شخصی ماشین دار. بچه ها را فرمانده هم؟ میتوانم که سراغه را گیرم؟ به خانه که آمدید چی کار کردنمان را مصلحت میکنیم؟ مصلحت میکنیم. تشکر. دوازدید. مرا قاتلی برادری خودم کردن. قاتلی برادر. برادر پیشت نگاه کن. با دستی خودم او را کشتم. جوان پسر بود بیچاره. برادر را قاتلی برادر کردم. یاشار او را کشتم. چی شد؟ ایستو با کجا میروی؟ کشتم برادرم. یاشار تو چی ها میگویی؟ سرده مرا. یاشار برادری با خودم را کجا کشتم. میروی؟ با یاشار چی شده باشد؟ آمدم. تیار شو میرویم. با کجا؟ از برای تو شده. من کار کردن نمیتوانم. با دکتر میرویم. تو حامله پامیله نیستی. دروغت را فوش میکنم. با حجتم باور نداری مگر؟ با حجت خلبکیت باور ندارم. چرا باور نمیکنی با من؟ برای اون که پیش از این چندین مرتبه دروغ گفتی. انا برای همین باور نمیکنم. مایلش این خیل باشد میرویم. یک دختر شناس دارم. عجبا سرمه آزگور گفتنی زن کی باشد؟
این دختر در این سراغ چی کار میکرده باشد؟ پینور با این ماشین چه علاقه دارد؟ آنها به کجا میرفته باشند؟ پسرم خانم لازم نشوید. میخوام پسرم را دیدم. آروم شد. در ضروری ماشین نیست. امیر در کجاست؟ در پایان. نمیدونیم مادر جون. آروم شد. خانم نباید. امیر در پایان. او در پایان. چه شد؟ پسرم در پایان. در چوپوی. نمیدونم. خدای خداوندم. امیر در پناهت نگاه دار. کماندان پسرم در کجاست؟ آیا با چوپوری رفتی دست کم؟ یگان جسد نیافتیم. تنها در دستمان یک حجت. خدایا پسرم را حمایت کن. خدایا پروردگار پسرم را حمایت کن. امیرم در پایان است. در چوپوی. امیر پروردگار. کماندان شاید پسرم زنده است. نگران نباشید. مقامات کوفکاوی را فرمان دادیم. همه جای را کوفکاو میکنند. پسرکم